پایان شد ما فهمیدیم که جبرائیل با پیغمبر خدا صحبت دارد، زیرا که بدن او را عرق فرا گرفته بود. و رسول اکرم بعد این رفتن جبرائیل آیت خواندند. چی خواندند؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. صدق الله العظیم. این سیوم آیت از سوره جمعه هست. پیغمبر خدا گفتند ای اصحاب من، باز به شما گروه مردم پیوست می شود، باز صف مسلمان ها زیاد می شود، باز مردم زیاد در دین اسلام داخل می شود. ابو هریره می گوید 3 بار از پیغمبر خدا پرسان می کنم قالوا من هم یا رسول الله، کیا هستند همون مردها، کیا هستند که با اصحاب تو پیوست می شوند؟ رسول اکرم در دفعه سیوم چی گفتند؟ و فینا سلمان الفارسی. ابو هریره میگوید در پهلوی پیغمبر خدا سلمان فارس نشسته بود. وضع رسول الله صلی الله علیه و سلم یده علی سلمان. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا همین دست مبارک برداشتند و بالای شانه سلمان گذاشتند و گفتند لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل من هؤلاء. رواه بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن حاکم. تمام صحاح 6 روایت کردند. گفتند اگر علم گفتند در ثریا باشد، ثریا این ستاره دورترین است، اگر در همین ستاره دورترین اگر ایمان و علم باشد، مردهای پیدا می شوند از قبیله مردم فارس که این علم را کفش می کنند، کشف می کنند، این علم را پایان می آورند. امام قسطلانی چی می گوید؟ می گوید این حدیث اشاره به سوی ابو حنیفه است. این حدیث میگوید اشاره به سوی امام ابو حنیفه است که مردهای از بنی فارس، از مردم فارس پیدا میشوند که علم را پایان میآورند. گفت این ابو حنیفه است، این پیشگویی پیغمبر خداست. حضرت صالح ابن محمد چی میگوید؟ سمعت یحیی ابن معین، از حضرت یحیی ابن معین شنیدم میگفت کان ابی حنیفه ثقة فی الحدیث. این حضرت ابو حنیفه را دیدگی بودند، در مجلسش نشسته بودند، از علم امام برخوردار شده بودند. از این خاطر چی گفتند؟ گفتند حضرت امام ابو حنیفه ثقه در حدیث بودند، یعنی همه حدیث ها را حفظ می دانستند، از همه حدیث ها آگاه بودند. حضرت علی ابن عاصم چی میگوید؟ لو وزن علم الامام ابی حنیفه بعلم اهل زمانی لرجح علیهم. حضرت علی ابن عاصم هم مسلکان ابو حنیفه بود، هم زمان ابو حنیفه بود. این حضرت میگوید که اگر علم امام اعظم را با علم تمام علمایی که در کوفه زندگی میکردند اگر چین میکردین، اگر وزن میکردین، لرجح علیهم. علم امام اعظم پرتر بود، علم امام اعظم کاملتر بود و وزنینتر بود. حضرت امام شافعی هم امام برجسته هستند، پیروای زیاد دارند. این حضرت امام شافعی چی میگوید؟ میگوید تمام علمای روی دنیا در علم فقه فرزندان ابو حنیفه هستند. تمام علمای روی دنیا نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخورند در علم فقه، در علم مسئله. خود امام شافعی حکایت میکند، چی میگوید؟ میگوید
وقتی که برای من در مسئله اگر مشکلات پیدا میشد، من نزد قبر حضرت امام اعظم میرفتم، طهارت میکردم، حضرت امام زیارت میکردم، 2 رکعت نماز میخواندم و از خدای خود با حرمت این امام این مشکلاتی در مسئله را طلب میکردم. والله که این مسئله برای من آسان میشد و کشاده میشد. حضرت امام ابو یوسف که یکی از شاگردهای برجسته حضرت امام ابو حنیفه هستند و حضرت در زمان خود قاضیگی را به عهده داشتند، این حضرت میگوید من پیش از پدر و مادر در نماز در حق استادم ابو حنیفه دعا میکردم، زیرا که اولین شخصی که علم مسئله را در دنیا منتشر کرد این حضرت امام ابو حنیفه بودند. علمای از مدینه می آمدند، از مکه می آمدند، پرسان میکردند در کوفه عراق بود حضرت، از همه نمایانتر عالم کیست؟ حالان که اون زمان تابعین بود، بعضی از صحابه های پیغمبر زنده بودند. حضرت امام ابو حنیفه 70 سال بعد پیغمبر خدا به دنیا آمد، سال 80 هجری بود. به نهایت علما زیاد بود، به نهایت حلقه های درس حساب نداشت، لیکن اولین نامی که میگفتند اینجا عالم مشهورترین و شناخته ترین این حضرت امام ابو حنیفه هستند. این منزلت و این درجه را به دست آوردن کار آسان نیست. اگر در یک شهر ما و شما اگر 20 عالم زندگی کند، وقتی پرسان میکنند یکی از اونها را نامش میگیرند، این یگان جای تعجبش نیست که فلان داملا فلان عالم علمش از همه اونها دیده زیادتر و بیشتر است. برای این عنوان و این منزلت از خود کردن مهنت زیاد در کار. حضرت امام ابو حنیفه شب خواب دیدند، این پیش از تأسیس مذهبش بود. خواب دیدند که قبر پیغمبر خدا را میکشاید و استخوان‌های پیغمبر خدا را جدا میکند. وقتی میگه از خواب بیدار شد، حضرت امام یک واهمه میگه زیر کرد، یک ترس در وجودش پیدا شد که این چی خواب بود که من قبر این آفتابی تابان کشادم، استخوان‌های او را جدا کردم، این چی خواب باشد؟ حتی معرخان میگویند از غم این خواب میگه حضرت بیمار شدند، بستری شدند، در خواب در جایگاه خواب غلطیدند. وقتی رفیقاش خبر میگرفت میپرسیدند سبب این بیماری تو چی هست؟ حضرت این خواب با آنها حکایت کرد. از بس که اون زمان ابن سیرین زنده بود، این تعبیر خوابی که در دست ما شماست، این صحابه پیغمبر است. اون زمانها فقط تعبیر خواب، این خوابم حق است، این خواب یگان جای افسانش نیست. ابن سیرین تعبیر خواب میکرد. وقتی این مکتوب حضرت امام نویساندند و در جوابش آمد که ای امام گفت اگر این خواب تو درست باشد و حق باشد، تو شخصی میشوی که حدیث های پیغمبر خدا را حقش از ناحق او جدا میکنی، حدیث های ضعیفه از حدیث های صحیح جدا میکنی، تو علم پیغمبر خدا را برخوردار میشوی. حضرت امام میگه بعد این تعبیر خواب شنیدن بی نهایت خوشنود شدند و از آینده خودم چیکار کردند؟ بی نهایت خرسندی و را فرا گرفت. حضرت امام حکایت میکنند که 70 سال حضرت عمر دیدند. 70 سال، بعض روایت ها 68 هم میگویند، لیکن اون کتاب های معتمده که نزد ماست، خیلی کتاب های زیاد از ابو حنیفه نزد من هست، در اون کتاب میگوید 70 سال حضرت عمر دیدند، سال 80 هجری به دنیا آمدند، 150 هجری از دنیا گذشتند. 52 سال حیات این امام در دوره حکمرانی امویان میگذرانید و 18 سال اینم
در دوره حکمرانی عباسیان گذرانید. از دوره‌های حکمرانی امویان بسیار نالان بود حضرت، زیرا اگرچند که مردم مسلمان بودند لیکن خیانت‌های زیاد می‌کردند به مسلمان‌ها. وقتی که این عباسیان حکومت اشغال کردند، گرفتند که در این اشغال کردن عباسیان به سر دولت آمدن هم سهم این حضرت امام بود و به خود یک خلیفه را انتخاب کردند که این ابو جعفر منصور بود. وقتی این منصور به سر این دولت عباسیان نشست، در خلافت نشست، حضرت امام ابو حنیفه را بی نهایت احترام میکرد. احترامش این بود که به خانه ابو حنیفه هدیه ها روان میکرد، خیر صدقه ها روان میکرد، لکن حضرت امام همگی را با گپ نیک، با گپ خوب پس میگردانید، هدیه های منصور قبول نمیکرد. بین چگونه یک پرهیز زیادی داشتند، پرهیز زیادی داشتند که حتی هدیه و همون صدقات هایی که از جانب پادشاه روان کرده میشد، حضرت امام میگفت که من احتیاج به اینها ندارم، مستحق ها و گرسنه های زیاد وجود دارد، به اونها دهید، من از شما راضی هستم گفته دل پادشاه را به دست میگرفت. لکن اون هدیه و اون تحفه هایی که ارائه میکرد حضرت قبول نمیکردند. امروز بعضی از پیروان مذهب ابو حنیفه را میبینیم باور کنید در بدر هر جایی که اون خانه‌ای که کمی دولت سهولت دارد سر پیش میکند، از همونجا چیزی تمام میکند، ناگفته می نشیند، آیت میخواند، ختم میکند و دیگر عملها را انجام میدهد. چرا همرا در خانه یک کم بغل انجام نمیدهد؟ زیرا که مقصد او طمع است، مقصد او گرفتن یک مبلغ از اون مردک است. حالا که پیغمبر خدا میگوید ان المسألة لا تحل، اگر امت من با راه طلبیدن اگر از کسی پول میگیرد، همان پول طلبیدگی برای او حلال نیست. لو تعلمون ما فی المسأله، پیغمبر خدا میگوید اگر شما میدانستین ای امتی بیعار، اگر شما میدانستین که طلبیدن چقدر پست است، ما مشى احد الی احد یسأله شیئا، شما یک قدم برای طلبیدن نمیزدین. گفت پیغمبر خدا اگر میدانستین که چه یک عاقبتی ناخوب دارد. لیکن سر افسوس که امروز این گونه امتها و این گونه پیروانی حضرت امام موجود است که برای طمع، برای طلبیدن خانه به خانه همون کلانزاده ها دور میگردد، از اونها 4 سومه میگیرد. این یک اسلام پس کردن، خار کردن است. رزق از خدا دیدن در کار. اگر تو با پررگی در یاد خدا باشی، خدای تو را فراموش نمیکند، میرساند رزق تو را. رسول اکرم میگوید الطمع یذهب الحکمت من قلوب العلماء، همین طلبیدن گفت از پیغمبر حکمت، وقار، شرف از دل عالم ها دور میکند. عالمی که طلبنده باشد مردم از وی میگریزد، مردم وی زیارت نمیکنند، مردم پیش وی دیگر نمیخواهند که روند. حضرت قبول نمیکردند، میگفتن با مساکین و با همون کسانی که احتیاج دارن به آنها ادا کن، زیرا من ثروتمند هستم، من تاجر هستم، من از دولت و سهولت هیچ کمی ندارم. روز میگوید همین ابو جعفر منصور را در خانهش جنجال شد، پادشاه بودند، با زنش جنجال کردند. برای این جنجال را برطرف کردن، منصور از زن خود طلب کرد از عالمهای کوفه کی را میخواهی که آمده بین ما و تو حکم کند؟ زن منصور گفت
یگانه شخصی که این حکم ما را میبرارد این ابو حنیفه است. ابو حنیفه را حاضر کن، آن چیزی که وی میگوید من قبول میکنم. حضرت دعوت کردن، به دربار آوردن. حضرت منصور مرد مسلمان بودند، آدم خدا ترس بودند. با عائله خودش گفت از پس پرده ایست تا که ابو حنیفه سخن گوید شما گوش کنید. ابو حنیفه پرسان کرد چی جنجال است بین شما؟ بین بعضی اگر از علما باشد، اگر همچنان مشکلات در یگان آدم کلان افتد، به همون فایده آدم کلان حلش میکند. چی مشکلات داریم؟ مشکلات ما گفت همین است که زن من نمیخواهد که من زن دویم را گیرم. حضرت امام ابو حنیفه آیت را تلاوت کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. گفتند مادامی که اگر عائله تو از زن دویم تو ناراضی باشد، ناراضگی او این ضد آیت قرآن است، زیرا که خدا در قرآن میگوید هر مرد حق دارد یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن در نکاح خود درآورد. این زن از پس پرده صدا داد. ای امام گفت، منصور گفت بر من عدالت ندارد، بر من اهمیت نمیدهد، حقوقهای مرا پایمال میکند. برای این شخص جایز است که زن دویم را گیرد؟ حضرت باز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. باز آیت تلاوت کردند. گفتند که اگر خدا میگوید که کدام مرد دو زنگی را نمیتواند، سه زنگی را نمیتواند، چهار زنگی را اجرا کرده نمیتواند قانونهاش، فواحدتا، بس به یک تش کفایت کند. مادامی که مردی که در زن دویم و سوم و چهارم عدالت جاری کرده نمیتواند، برای وی جایز نیست که زن دویم در نکاح خود درآورد. این منصور وقتی که شنید قناعتمند شد، زنم قناعتمند شدند. حضرت امام از دربار برآمده رفتند. بعد برآمدن به خانه وقتی رسید، زن منصور در یک اشتر میگد خیلی از مال دنیا بار کرد و به خانه حضرت امام روان کرد. حضرت امام وقتی که این بار اشتر دید، گفت رفته از نام من به زن منصور سلام گویید و گویید که من حکم فقط از برای خدا کردم، من برای این مال انجام نکردم، من به مال انجام اونها احتیاجم ندارم. بگذار که این در آدمای فقرا و آدمهای تنگ دست، آدمهای طالب علم این مال تقسیم کند. این بود تقوای حضرت امام. منصور میگوید بار حضرت امام دعوت کردند و گفتند که الحال میدانی که تمام این مردم کوفه به امام جعفر صادق به نهایت تسلیم شدند. از تو میخواهم که یک چند سوال برای این امام جعفر صادق تیار کنی و به او سوال کنی که وی چگونه جواب میگوید. امام جعفر صادق
در سین و سال برابر حضرت امام ابو حنیفه بودند و وفاتشان 2 سال پیش از حضرت امام هست. 2 سال پیش از حضرت امام ابو حنیفه از دنیا گذشتند. روز یک کس سوال دادند که آیا مادری حضرت امام اعظم در نکاح امام جعفر صادق بود یا نبود؟ صاحب فتوای جامع الرموز میگوید بود. میگوید همین بعد وفات نعمان امام میگد مادرش امام جعفر صادق نکاح کرده گرفت و حضرت امام میگد تربیه کرده. لیکن این به از عقل خیلی دور است، زیرا که هر اینها در سن و سال برابر بودند. ای خدا داناست این فتوای همان حضرت جامع الرموز صاحبش است. اگر باشه هم یگان جای غلطش نیست. امام جعفر صادق اگرچه شیعه بودند لیکن از این شیعه های بدبخت نبودند. پدرشان محمد باقر، یعنی باقر برای چی میگفتند؟ پدر امام جعفر صادق باقر گفته چیزی را شکاف میکنی و یا باقر میگویند. چنان پدرشان میگد با سواد بود که حتی علم شکاف کرده گذاشته بود. وقتی در نزدش میگه در عراق یک کس آمد و حضرت ابوبکر با عثمان سیاه کرد و ای گفت آیا گفت مهنت‌های ابوبکر و عثمان فراموش کردی؟ بین اگرچه محمد باقرم از ائمه شیعه بود، گفت آیا گفت نمیدانی که ابوبکر و عثمان برای اسلام و برای پیغمبر زادگاه خدا ترک کردند و از پس پیغمبر خدا به مدینه آمدند؟ اگر گفت با این عقیده شما از دنیا گذرین، همین محمد باقر گفت شما گم نامسلمان هستین، شما کافر هستین. از اون شیعه های بدبختش نبودند. چاریا را تحقیر نمی کردند. حضرت میگد 40 سوال تیار کردم برای امام جعفر صادق. چا در آمدم دربار منصور در آمدم، در دربار منصور در پهلوی منصور میگد این امام جعفر صادق نشسته بود. حضرت امام ابو حنیفه میگوید به خدا قسم میگوید من از هیبت منصور هیچ ترسی نداشتم، لیکن امام جعفر صادق چنان هیبتی داشت میگد که در حال میگد در وجود من هیبتش تأثیر کرد. و منصور میگد شناس کرد، گفت امام جعفر صادق این ابو حنیفه است. گفت بله. گفت این ابو حنیفه است. گفت چند سوال دارد از تو پرسان میکند؟ گفت مرحمت. گفت من تیار هستم. حضرت امام ابو حنیفه میگوید 40 سوال پی در پی با امام جعفر صادق دادم. حضرت چنان جواب میگفت که در مدینه این چنین است، در کوفه این چنین است. هر سوالی مرا به مدینه و به کوفه میگد مقایسه میکرد. در آخر میگه من تسلیم شدم که امام جعفر صادق خیلی عالم فقیه بودن که در اختلاف مردم معلومات زیاد داشتند. اختلاف های مردم هم به عقل خود چکار میکردن؟ بها میدادن. امروز ماها برای اختلاف مردم خیستن پروا نداریم، بلکه همین یک مسئله خاص سنت است، خواه واجب است، خواه مستحب است، باید که جاریش کنیم، لیکن از عاقبتش اندیشه نداریم. بگذار همون سنت ترک شود لیکن جنجال نشود. بگذار همون سنت ترک شود لیکن مسجدها درشان بسته نشود. از اختلاف باید که ما و شما درکدار باشیم. حضرت امام گفتن من امام جعفر از روی این گفت بسیار احترام کردم که به همه اختلاف مردم گفت آگاه بودن. می گفتن در مدینه این گونه است، در کوفه این گونه است. حضرت امام بحث های زیاد دارد با مردم شیعه، با رویه معتزله، با رویه های خوارج، با رویه های قدریه و مرجیه، با همه اینها بحث ها میکرد که اون زمان بی نهایت رویه های زیاد بود.
که همه اونها را عقیدهشان خلاف عقیده سلف صالح بود. باری میگوید یک منکر خدا نزد حضرت امام آمدند و گفتند ای امام اعظم، خدایی که تو پرستش میکنی و میگویی که وی یکه و یگانه است، وی را بار دیدگی هستی؟ مثل بعضی از همون اتئیستایی که آنچه را که میبینن باور میکنن، آنچه را که نمیبینن باور نمیکنن. اون خدایی که تو پرستش میکنی وی را دیدگی هستی؟ در درالمختار در مقدمش حضرت امام میگوید که در جامع الرموز میگوید من خدای خودم میگه در خوابم 100 مراتب دیدگی هستم. حضرت امام ابو حنیفه میگوید که حضرت شبها خوابم نداشتن، 100 بار خدا را در خوابم دیدگی هست میگوید. این منکری خدا، این بی خدا چنین سوال کرد. حضرت امام چی گفتند؟ سبحان ربی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. آیت تلاوت کردند، از سوره انعام است. حضرت امام گفتند خدای من میگوید که چشمهای شما قدرت مرا دیدن ندارند، لیکن چشم من همه شما را میبیند. این به خدا چی گفت؟ گفت خدا را ندیدی؟ گفت نه ندیدم. گفت آیا گفت همون خدایی که تو عبادتش میکنی بار به دستت قپیدگیش هستی؟ گفت نه. گفت قپیدگیش هم نیستم. گفت آیا از او یگان صحبت شنیدگی هستی؟ صدای او را به گوشت شنیدی؟ گفت نه نشنیدم. گفت آیا خدای تو گو یگان بوی دارد؟ بوی. حضرت در این جواب بی خدا فقط چی میگفت؟ لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. این خدای من مانند ندارد، با قدرت خدای من هیچ قدرت برابر شدن نمیتواند. خدای من بیناست، خدای من شنواست. این به خدا چی گفت؟ بادام خدای را که ندیده باشی، از خدایی که تو هیچ صحبت شنیده نباشی، از خدایی که بوی به تو نرسیده باشد، از خدایی که دست در وی نرسانده باشی، پس چگونه تو بر من اثبات میکنی که خدای تو وجود دارد؟ اثبات کن کنی همون خدا. الحال در این زمان ما و شما هم این چنین ملحدا و به خداها خیلی زیاد شدن. حضرت امام چی گفتند؟ حضرت امام گفتند ای مرد که این کار خدا میکنی، آیا گفتند عقلت را دیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را دیدگی نیستم. آیا گفت از عقلت چیز شنیدگی هستی؟ گفت نه، از عقلم چیز شنیدگی هم نیستم. آیا عقلت را به دستت قپیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را به دستم نقپیدم. آیا عقل تو گفت بوی دارد؟ گفت نه، عقل من نمیدانم بوی دارد ندارد. گفت در آخر من از تو سوال میکنم تو عاقل هستی یا دیوانه؟ گفت من عاقل هستم. گفت مادام عاقل باشی عقل تو کجاست؟ نگدیم به خدا مستر ماندند، گفتند من عقل دارم لکن نمیدانم که در کجاست. حضرت امام گفتند مادامی که عقل داشته باشی و ندانی که همون عقل تو در کجاست، تو از من گفت پند بگیر. این عقل گفت مخلوقی خداست، این خدا آفریده است. مادام تو مخلوق خدا را دیده نمیتوانی، پس چگونه این خدایی که خالق این عقل توست وی را میبینی؟
این عالم چیکار کردن؟ مضطر ماندن. این بی خدا با این جواب امام قناعت کردند. روز به روز شهرت حضرت امام در دنیا زیاد میشد. عاقبت بعض اختلاف ها و بعض سخن ها هم در بین حضرت امام و منصور برآمدن گرفت. خوش خبرها می بردن، خبرها را می رسانیدن. کم کم مناسبت های بین منصور و بین امام ابو حنیفه ناخوب می شد و منصور ابو حنیفه را به دربارش فریاد کرد. گفت میدانی برای چی من تو را فریاد کردم؟ گفت نه، برای چی است؟ گفت وظیفه قاضیگی را به عهده میگیری. گفت من وظیفه قاضیگی را به عهده نمیگیرم. گفت قسم به خدا که تو وظیفه قاضیگی را به عهده میگیری. گفت قسم به خدا که من وظیفه قاضیگی را به عهده نمیگیرم. پادشاه قسم خورد. وقتی در قسم با الله که انسان خورد حانیس می شود، باید کفارت دهد. در حال وزیر این منصور به سوی ابو حنیفه گفت پادشاه قسم خورده ایستاده است که تو قاضی می شوی، تو باشی قسم می خوری که من قاضی نمی شوم. قسم نخور. گفت پادشاه مادامی که قسم خورده است کفارت قسم می دهد. گفت من قسم می خورم که قاضی نمی شوم، من صلاحیتی قاضیگی را هم ندارم. گفت منصور گشته و گفت در کوفه گفت بجز تو دیگر عالمی نیست، از تو بالاتر و از تو با فضلتر دیگر عالم یافت نمی شود. گفت در کوفه گفت کجا میگذاری؟ در همین درگاه تو گفت از من دیده عالم ترها هست. منصور غضبناک شد. گفت تو دروغگو هستی. گفت تو کذاب هستی. گفت مادامی که من دروغگو باشم، من کذاب باشم، پس این قاضیگی یک امر خیلی مهم است. برای چی برای یک آدم کذاب و دروغگو وی را تسلیم میکنی؟ تا چند منصور باز خشمش زیاد شد. عاقبت حکم کرد که وی را زندان برید. آوردن میگد معرخان میگویند 2 بار حضرت زندانی شده است. یک بار بردن 110 دره در پشت مبارک زدند. برای که سخن پادشاه را قبول نکردی، وظیفه قاضیگی را به عهده نگرفتی، امروز برای وظیفه مردم جان میدهد. تمام مبلغ آن چیزی که دارد همه را صرف میکند. حضرت بردن میگد یک بار 110 شلاق زدن، باز کشادنش، باز رفت. باز از بین یک مدتی گذشت، باز منصور باز فریاد زد. گفت مادام قاضیگی را قبول نمیکنی، همین قاضی درگاهی من میشوی. اینجا گفت فتوا میبراری. حضرت اینم قبول نکردن. گفتن نه، گفتن من صلاحیتی این دربار تو ندارم. اگر در این دربار تو من کار کنم باید که به فایده تو و به فایده رفیقان تو کار کنم. از این خاطر گفت من در دربار تو کار کردن نمیتوانم. حضرت این دفعه چکار کرد؟ حکمی بیرحمانه برآورد که حضرت را باز زندانی کنید. این دفعه بردن حضرت در زندان گذاشتن. من مختصرا، این بینهایت یک قصه زیادی دارد حضرت، من مختصرا به شما همون جای اساسیش گپ میزنم. حضرت هر روز می برآوردند، 10 دره می زدند، باز در همون زندان برده می گذاشتند. عاقبت دیدند که روز به روز حال این امام وزنین می شود. بازم این حضرت در همان زندان میگد نماز تهجد میخواند، شبانه روز میگد بیدار خواب بودند، عبادت میکردند. در همون داخل زندان میگه حضرت روزدار بودند. میبرآوردند با دره ها
درکوبی میکردند، باز همون خانه‌ای که محکم بود باز همونجا میگذاشتند. بناگاه روز میگد منصور از خشم زیاد وارد همون زندان شد و گفت، امام گفت قبول نمیکنی؟ گفت نه قبول نمیکنم. گفت این پیاله ظرف؟ گفت نوش. حضرت امام ابو حنیفه گفتند من اینا نمی نوشم، این زهر دارد. اگر اینا گفت من دیده و دانسته گفت اگر بنوشم خدای من میگوید کسی که با دست خودش را به قتل میرساند و از جنت محروم است. منصور میگوید حکم کرد که دستهای او را قپید. دستهاشو میگه قپیدن و پشت میگن این حضرت خواباندن و در حلق همین امام همون پیاله زهر میگه ریختن. چه علما عذابهایی داشتند، چه مشقتهایی داشتند. بعدی میگد نوشیدن این زهر میگد حضرت دستاشا کشادن که الک طبیعتش خیره شد. در حال میگوید بالای همون جای نمازی که داشت برآمد، در صورتی که میگوید از دهان مبارک و از بینی او میگه خون فواره میزد. سجده کرد، میگه در همون سجده همون سر مبارک گذاشتند که جان به حق میگه تسلیم کردند. منصور حکم کرد که جنازه امام پنهانی انجام دهید که کسی درکدار نشود. لیکن یک صدای میگه در کوفه میگه بلند شد که حضرت امام از دنیا گذشت. حسن بن عماره میگوید که من حضرت امام خود غسل دادم. عبدالله واقدی باشد میگوید من آب میریختم. جسدی حضرت امام میگه چنان لاغر یافتیم، چنان لاغر بود میگه از ریاضت عبادت و روزه داشتن که حضرت میگه گریان شدم. بعد شسته تمام کردن میگه حضرت حسن میگوید من اینا بیرون برآوردم و از خصلت‌های نیک حضرت امام ابو حنیفه به مردم سخن گفتم که این گونه ماتم را میگه هیچگاه من یاد نداشتم که تمام مردم کوفه را میگه یک ماتم فرا گرفته بود. و حضرت حسن چی میگفت؟ میگفت ای امام، میگفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند که 30 سال این جانب تو روزدار بودی. 40 سال حضرت گفتن 40 سال پهلوهای مبارکی تو کرپچه ملایم دیدگی نبود. آنچه که انجام میدادی این از شب زنده‌داری بود، این از اخذ مسئله و مسائل برای مردم بود. در جنازه حضرت امام میگوید 50,000 نفر آدم، مورخان میگویند تخمینا 50,000 نفر آدم اشتراک کرد. 50,000 نفر. حالان که منصور حکم برآورده بود که کسی از جنازه امام درکدار نشود. 6 بار نماز جنازه خواندند که آخرش فرزندش حضرت حماد جنازه او را خواندند. وقتی در قبر میگه حضرت گذاشتن 20 بار دیگر در بالای میگه قبر جنازه شد. اینقدر حضرت شهرتش دنیا را گرفته بود. از این خاطر از همه برادرایی که در اطراف من جمع شدند و در همین جمهوری تاجیکستان ما زندگی میکنند، باور کنین دادرای عزیز، برادرای محترم، هر کسی که پیروی مذهب حنفی است وای غلط نکرده است، وای خطا نکرده است. باور کنین اگر 40 ساله عبادتی که ما و شما میکنیم مقایسه کنیم با یک شب ریاضت حضرت امام برابر شده نمیتونه. کی میتونه 40 سال نماز بامداد با طهارت نمازی گفتن کند؟ کی میتونه؟
کی میتواند که 30 سال روزدار گردد؟ از این خاطر از همه شما خواهش میکنم که بعض رویه هایی که پیدا میشوند و شما را به اون رویه ها دعوت میکنند رد کنید، قبول نکنید. از آینده این کار، از پیدایش این رویه ها شما بسیار خطر داشته باشید که عاقبت خیلی ناخوب دارد. و زبان طعنه، زبان دشنامه از این حضرت امام بسته کنین. شما حق ندارین که امام اعظم را محاکمه کنین. شما کی هستین خطان؟ چند کتاب تصنیف کردین؟ چند شاگردهای برجسته که حضرت امام برآورده است تا حال کتاباش در اونیورسیت‌های اسلامی دنیا میخوانند. چند تا شاگرد برآوردین؟ چه خدمت در اسلام کردین که امروز می نشینید محاکمه امام اعظم را میکنید؟ شما حق ندارید. حضرت امام، حضرت شقیق بلخی خدا رحمت و مغفرتش کند، که در صحبت حضرت امام نشسته بودند، میگوید وقتی من به بلخ آمدم و اطراف شاگردهای خود میگد حضرت امام ابو حنیفه را وقتی که وصف کردم، آنها به جانب من گشته گفتند دیگر گپی نداری، هر روز ثنای حضرت امام ابو حنیفه را میکنی، یک سخن دیگری گوی تا که از اون ما بهره گیریم. حضرت شقیق بلخی چی گفتند؟ گفتند اگر شما امام را میدیدید، اگر در صحبت این امام ابو حنیفه کدام شما می نشستید، ثنای او را، ذکر او را برای خودتان عبادت قرار میدادید. اگر شما از صحبت حضرت امام ابو حنیفه برخوردار میشدید. همه ما و شما میگوییم خدا رحمت و مغفرتشون کند. خداوند پیروای او را در روی دنیا باز هم زیاده بگرداند و خدای مهربان اتفاقی و اتحادی را در بین تمام مردم مسلمان علل خصوص جمهوری تاجیکستان برقرار و بردوام نگه بدار. إنا لله وإنا إليه راجعون. آمین یا رب العالمین. این یک مختصرین از حیات حضرت امام بود. البته برای آدمی که عقل دارد، فراست دارد، این حکایه ها خیلی زیاد حکایه ها دارد. اگرچنده که ما در 2 جمعه موضوع این خاتمه دادیم، باور کنین چندین تاریخ ها، چندین کتاب ها در نزد ما هست که اینش از اینش افضلتر و بهترتر است. چه یک حیات مبارک حضرت گذراندن که سر به سر خدمت اسلام است. خوش به حال همه ما و شما که پیرو حضرت امام هستیم. میخوام اینجا یک سوالی آمده است، جواب اینه به شما میرسانم، بعدا دعا میکنیم زیرا که 5 دقیقه بر وقت سر کردیم، بیرونم خنک است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا مراد. بعد از سلام ما یک گروه مخلصان اشدی شما از ناحیه دشت جوم قشلاق کشت پایان که هر جمعه در مسجد شما نمازگزار هستیم، یک تکلیف دارم که چند جمعه که ما از این ناحیه دوردست و مشقت وارد مسجد شما میشویم، فقط سوال و جوابهای اکثریتشون به معنی وقت قیمت شما را گرفته و مردم از موعظه های شما برخوردار نشده می روند. من خواهش و التماس دارم که هر جمعه برای سوال و جواب های مردم 10 یا 15 دقیقه جدا نمایید. التماس از شما داملای محترم همین تکلیف مرا در بین مردم حتما بخوانید. با احترام صمیمی یک گروه مخلصان اشدی شما. این برادرها را اولا خدای مهربان اینقدر راه دور که طی میکنند میآیند، در هر یک قدمهاشون خدای مهربان نیکی کتابت بفرماید و عمر دراز نصیبشان بگرداند. البته این سوالهایی که من در بین شما میخوانم اینها بهترینش هست. در داخل این سوالها بسیاری سوالهای هستند که اونها را در بین مردم خواندن
باور کنین تماما از اون دا بگیم به معنی تر سوال دیگر وجود نداره. اونها را من نمیخوانم، اونها را من میپرتایم. از این خاطر 10 دقیقه یا 15 دقیقه برای جدا کردن هر جمعه سوال و جواب انشاءالله کوشش میکنیم. لیکن این صحبت از وقتی صحبت گرم شد و انجام که نیافت، ما نمیتونیم که هر جمعه 10 دقیقه و 15 دقیقه جدا کنیم. زیرا همون موضوعی که من تیار میکنم ممکن که 1 ساعتی کاملا برای وی بسنده نباشد و برای آنی که شما پره فهمید و ساده فهمید من تا آخر همون صحبت به شما انجام میدم. لیکن تا حد امکان انشاءالله کوشش و حرکت میکنیم که در هر جمعه 5 دقیقه یا 10 دقیقه سوال جواب در بین ما و شما باشد. السلام علیکم داملای شیرین زبان. در ناحیه ما نمازخوانان بسیار هستند ولی در نماز بامداد به مسجد نمی آیند. اگر فهمند که خدایی هست یا که پنجشنبگی باشد می آیند. همین را ساده کرده به ما فهمانید. با احترام مخلصان شما. البته اینها را من 10 بار تکرار کردگی هستم که امروز اکثر امتهای پیغمبر خدا به خاطر نان و به خاطر معرکه در هر محفلهای اسلامی اشتراک میکنند. لیکن خاص از برای خدا این بندگان هم وجود دارند، لیکن خیلی کم هستند. پیغمبر خدا در نماز بامداد چی میگویند؟ که این حدیث مسلم است. حضرت میگوید من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل و من صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل كله. پیغمبر خدا گفته بود است کسی که اگر از امتان من، از پیروان من نماز خفتن را با جماعت میخواند، تصور کند که نصف شب را قائم یعنی بیدار خوابی کرده است. اگر کسی که نماز بامداد را با جماعت اگر ادا کند، در نزد خداوند مکافات وی چنان است که تمام شب زنده دار بود. خوابهایی که وی کرده است، خواب 5 ساعت و خواب 10 ساعت، همگی در نزد خدا عبادت نویسانده می شود برای آن نفرهایی که نماز بامداد با جماعت می خوانند. این حدیث مسلم است. حدیث متفق علیه است که پیغمبر خدا چی گفتند؟ لو یعلمون ما فی العطمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. اگر امت من دانند که چقدر ثواب در نماز خفتن است و چقدر ثواب در نماز بامداد است، اگر گفتند پاهای ایشان نباشد با زانوها کشاله کنان خودشان به مسجد حاضر میکنند. اگر دانند که چقدر ثواب در نماز بامداد و نماز خفتن وجود دارد. خوش به حالی تمام آن برادرایی که نماز 5 وقته خدا در مسجدهاشان ادا میکنند، با جماعت میخوانند، انشاءالله خیلی ثواب زیاد میگیرند. یک حدیث دیگر هم از متفق علیه است که پیغمبر خدا گفتند صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ ب27 درجه. یک نماز با جماعت بهتر است از 27 نمازی که انسان تنها در خانه میخواند. در یک روز شما اگر 5 نماز خوانید، همچنان تصور کنید که 135 نماز ثواب شما میگیرید. اگر 5 بار در خانه خواندین، حساب کنید که 5 ثواب گرفتید. آیا همون ثواب با خدا به شما میدهد یا نمیدهد؟ زیرا که حدیث های دیگری پیغمبر میگه که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. همسایه مسجد نماز ندارد تا آن زمانی که اگر نمازش در مسجد ادا نکند. بسیار از بنده های گمراهی که به علم هستند یا هم پدرشان جاهل است، از پدرشان روایت میکنند که در خانه هم که بخوانی میشود، در خانه بخوانی نمیشود. در خانه شرایطت باشد، به مسجد آمدن و در خانه نماز خوانی نمازت نماز نمیشود و تو در نزد خدا با عاصی و گناهگار هستی. زیرا عباره مختصرم چی میگه؟ الجماعت سنت مؤکده. جماعت سنت تأکید کرده شده پیغمبر است. پیغمبر بار در حیاتش به جماعت نماز نخوندن.
از این خاطر تا حد امکان کوشش کنید که نمازهاتون در مسجدها و در جماعتها ادا کنید. انشاءالله خدا شما را ثواب زیادی نصیب می‌گرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی، مراد و مطلوب این جمعیت ما را خدایا حاصل بگردانی. فرزند طلبها باشد خدایا فرزندهای صالح و سالم نصیبشان بگردانی. مسافرهای این کلاب ما را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. بیماریهای این جمعیت ما را، این دیار ما را خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. بیرون باران است، از این خاطر تیزتر نماز میخونید. بین از اون بگین کن. پایان شد. ما فهمیدیم که جبرائیل با پیغمبر خدا صحبت دارد، زیرا که بدن او را عرق فرا گرفته بود. و رسول اکرم بعد این رفتن جبرائیل آیتی خواندند. چی خواندند؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. صدق الله العظیم. این سیوم آیت از سوره جمعه هست. پیغمبر خدا گفتند ای اصحاب من، باز به شما